3 بازیگر سینمای ایران که تغییر جنسیت دادن. میخوام تو این پست تک تک اونا رو بهتون معرفی کنم. قبل از دیدن این ویدیو لطفاً سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل رو بزنید و ممنونتون میشم اگه لایک کنید. اولین بازیگر سریال های دل، مانکن و سایه افضلی. شایان افضلی در سال 1364 در اصفهان به دنیا اومد. او یکی از ترنس های معروف ایرانی است که قبلا پسر بوده و بعد از تغییر جنسیت دختر میشه. سایه افضلی اکنون دختر است. او در ابتدا پسر بوده و با عملهای تغییر جنسیت دختر می شود و ازدواج می کند و پس از مدتی عکس‌های دوران اون پسر بودنش در فضای مجازی منتشر میشه و باعث جدایی از همسرش میشه و در حال حاضر به دلیل صدای خاصی که داره در زمینه دوبله فعالیت می کند و آثار زیادی در کارنامه هنری خود دارد. او همچنین در نویسندگی و بازیگری نیز فعالیت می کند و در چند نمایش بازی کرده است. او در سریال های دل، مانکن بازی کرده است. بریم با هم قسمت هایی از بازی سایه افضلی رو ببینیم. میاد اینجوری اعتراف میکنه که لش و بی ارزه و بی خاصیت و کفتر بازه. واقعا احسن به شما. هم جذابه. این یعنی نشون میده که این آقا چقدر با شهامت. میدونم واسه دستمال باید نگاه کنن نمیشه. گفتی چه خبر؟ از تو چه پنهان؟ خبری نیست. زندگیم غیر زمستان خبری نیست. سایه افضلی مجدد 5 ماهی میشه که ازدواج کرده است. او با انتشار استوری در صفحه خود نوشت من و احساس گرمت یک ردی از جنونیم. 5 ماه گذشت. بازیگر بعدی سامان ارسطو، فرزانه ارسطو. او متولد 1346 در شاهرود است. بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس و مدرس تئاتر در ایران است. او کارهای بازیگری تئاتر خود را در سال 1364 آغاز کرد و از آن پس تا کنون به این حرفه مشغول بوده است. در سال 1367 با نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه سلول 18 وارد حرفه کارگردانی تئاتر و نمایشنامه نویسی هم شد. بریم با هم ویدیوهایی از فرزانه ارسطو ببینیم. سلام به همه دوستان، شب همگیتون خوش. دوست من این قسمت دوستان رو ببر. سلام، سامان ارسطو هستم. بازیگر سوم مازیار لرستانی، شهره لرستانی. او متولد 1345 بازیگر و کارگردان ایرانی است. او فعالیت سینمایی خود را در سال 1365 با بازی در فیلم عقر بخیر آغاز کرد. لرستانی در 22 تیر 1401 از تطبیق جنسیت خود خبر داد و گفت نام مازیار را برگزیده است. این اتفاق از سوی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های فراوان روبرو شد و در حالی که عده‌ای از تغییر جنسیت او سخن می‌گفتند، فعالان حقوق تراجنسیتی‌ها یادآوری کردند که باید از تطبیق جنسیت برای چنین اتفاقی استفاده کرد. او گفت هویت سابق او مردی بوده که 56 سال ادامه داشته و امیدوار است که بتواند آن را به درمان برساند. بریم با هم فیلمایی از شهره لرستانی ببینیم. هازا فی مکان مازا ما لا خواهر لا مادر لا خواهر مادر. خواستم یه نفر رو معرفی کنم. آقای لطیف پروانه یکی از بهترین آپاراتچی‌های تهران هستن. سالها پیش که من دانش قصد دارم برای فصل تازه کاری آثار زیادی به روی صحنه ببرم. بابا من آرومم، من اصلا عصبیم. نه همون ماجرا همیشگیه دیگه، همون ماجرا که میدونی. ای خدا لعنتت کنه بچه. لطفاً نظرتون رو درباره این 3 بازیگر بگید و ممنونم که همیشه همراه ما هستید.